در یک سال گذشته حدودی 400,000 مهاجری حضورشان غیر قانونی را از مسکو رانده اند. این رقم نسبت به سال 2021 50% بیشتر می باشد. الیک بارانوف، یک منصبداری اداره کارهای داخلی مسکو، هنگام گزارشدهی در مجلس شهری در این باره معلومات داد. در این مدت به گفته او برای تشکیل مهاجرت غیرقانونی 106 پرونده جنایی گشادند. مقامداری روز افزود و سال گذشته حضور شهروندان خارجی در مسکو 26% کمتر شد، اما باز هم اکثریت را شهروندان تاجیکستان و ازبکستان تشکیل می دهند. شماره زادگان تاجیکستان در مسکو سال 2022 191,000 نفر حساب شده است. تعداد شهروندان ازبکستان تقریباً 231,000 نفر است.